آقا من قول دادم که دیگه بلایند دیت نرم و واقعا هم نمیخوام دیگه برم، خب چون واقعا حالم دیگه داره بلایند دیت به هم میخوره. ولی این کثافت جدیدی که الان اومده چیه؟ من اینو نمیفهمم و اینو باید ببینیم. نمیخوام بریم به عشق ابدی. بچه‌ها همینجوری که میبینید من زیر همه این ویدیوهای بلایند دیت یه دیسلایک زدم. میخوام بریم عشق ابدی ببینیم و ببینیم که این چه کوسشریه، این چه چیز جدیدیه. سازنده عشق ابدی لطفاً به این برنامه استرایک نزن، چون اگه سازنده دوتا ویدیو قبلم همزمان بخوام به من استرایک بزنن 3 تا استرایک میگیرم و چنلم پاک میشه و جوونم و نیاز به زندگی دارم و برای زندگی آینده خودم درآمد نیاز دارم. پس لطفاً رحم کن. مرسی. چرا باید وسط ویدیو برق بره؟ خب الان لپتاپم خاموش شد، میکروفونم خاموش شد، خار مادرتو آقا برق بالاخره بعد از ساعتهای زیاد اومد. من گیرم تو جیم الف. جواد امینی رفیقمه بچه‌ها، ما بهش میگیم جیم الف. به به the bitch number 1. دوستان حرف جنده مثل بوتری تو دست منه، هر قسمت عوض میشه. بده 666. بچه میبینی که یه دوربین باید روی ممه و یک دوربین رو پا باید باشه. چرا؟ چون مخاطب ببینه. مخاطب ما متاسفانه خیلی آدم حولیه، ملت رد بدن. بله بالاخره وقتی پا و سینه رو نشون میده باید با سرم نشون میده، وگرنه اینکه اصلا طرف ویدیو رو اسکیپ میکنه میره. داشت بس نیست ناموسن. ببین الان دیگه نزدیک 1 دقیقه، حالا بگیم مثلا 20 ثانیه اولش هم آهنگ بوده باشه، 40 ثانیه است داریم میای تو خاص آنجلینا جولی باشه رو رد کارپت، انقدر طول نمیکشه تا بره تو مراسم اسکار. بس دیگه برس. محتوای برنامه همینه. یعنی کمالی هم اصالتا اصفهانی هم 23 سالمه ولی تهران زندگی میکنم. دیپلم طراحی و دوخت دارم. مدلم بیکارم بچه. هر کی مدلم بدونید بیکاره. لباسم جدیدن لفظ جدید به عنوان مدل بودن. ابدی مال منه. سیکشتیر بابا. بچه ابدی خودتی داداش. داداش دوباره یعنی همینا الان ادامه میدیم دوباره؟ بله دوباره میبینیم. اول باسن رو نشون میدیم، حالا برو رو پا سینه. آفرین. پا قشنگ بهترین حالتهای ممکن برای فیلم برداری. باید برقصن، باید برقصن، باید. خوش اومدی. شما هم خوش اومدید. مرسی. تندازم به کیرم منم. خوشبختم. منم عزیزم. چقدر خوشگلی. خیلی بانمکه. چه بار خوشگلی. خیلی اصلا هوا هم خوب. بگذار که بر شاخه این صبح دلاویز بنشینم و از عشق سرودی بسرایم. آنگاه به صد شوق چو مرغان سبکبار. الان دوباره همین، دوباره چون ممه پا. آفرین. داداش کیر منو بذاری رو زمین راه بره از این جذابیتش بیشتر. الان چرا 1 دقیقه بعد این راه بره 100% هم دوره با اون آهنگ تخمی دره شروع کنه رقصیدن و هم تو سازنده این برنامه. نه سازنده این برنامه عشق منی، لطفا استرایک نزن به من. سلام، من ماهرخ مهری هستم. 27 سالمه و از کرج اومدم. دمت گرم داداش. نمیگفتی هم میدونستیم کرج اومدی. از فاصله 10 کیلومتری معلومه. با احترام به همه دخترای کرجی و پسرای کرجی، ولی خب معلومه دیگه. مهندسی نرم افزار خوندم. شغلم رپر، گیرگوز، بازیگر، مدل.
آقا بچه من اینو دیدم رپ کردنشو توی اکسپلورم، میذارم براتون یه دقیقه رو تصویر ببینید، خودتون قضاوت کنید. آقا ببینید میکردی جلو جمع خرابم، بعد میگفتی این باید برمن شه. تو بیا من اینجا بخور. خب و بلاگر هستم. خب یه داشت مدل بلاگری که همه تنگش میندازن، یعنی بیکارم. انتخاب کردم به خاطر اینکه دوست داشتم تجربیات بیشتری راجع به عشق کارکتر رو بندازی، آهنربا بندازی روش جذب میشه. یعنی کافی بچه شما یه آهنربا بذارید بغل گیرتون، صورتش ناخودآگاه میاد و براتون یه استاک مجلسی میزنه. بیا تبلیغ تخمی، تبلیغ کیری، بس من نمیخوام. تبلیغ نشون ندید خدا رو شکر. گوله موزه. سلام. حالا تو چطوره؟ چه کت قشنگی عزیزم. من خوشگلی. مرسی قربونت. ماهروخم عزیزم، خوشبختم ازشه. ماهروخم خوشبختم ازشه. چه خوب. به کی بشینیم. فکر کنم یه صندلی باید اد کنیم. یه صندلی بکن تو چونت. یه صندلی باید اد کنیم. کف کرج باشه من یه جایی به صندلی باید اد کنیم. اد کنی تو کجات کنیش، بکن تو چونت، اد کن تو چونت. با احترام به همه بچهای کرج، من اصلا منظورم این نیست. بخوایم اد کنیم تا چقدر میتونیم اد دیگه حالا تو خیلی زیاد میتونی اد کنی داداش، تو 32 سالته قشنگ میتونی 7 8 تایی اد کنی. تا اونجا که بتونیم کارمون انجام بدیم. من به نظرم اینو اینوری کنیم. آها بهتر. رفیقم وقتی کلمه انگلیسی بیا نفر از چهارم بیا. من ببین اصلا کاری ندارم محتوای این برنامه توشه، آدمای تو این برنامه توشه، سازنده این برنامه عشقه، چون قرار نیست با ما استرایک بزنه، سازنده برنامه عشقه. چرا انقدر از آهنگای تخمی استفاده می‌کنید؟ داداش حداقل باشه 30 نفر اومدن راه رفتن، رقصیدن، گوه کردن، گفتم مدلم کسکشم کرجیم، حل آقا آهنگو عوض کن. داداش مغزم گوزید انقدر این آهنگ انو گوش دادم. جغد رقصان. زهرا محمدی ام، 27 سالم. چرا همه ادیتور اسکش، اگه ادیتور این ویدیو کیرم نداره، همه سنا رو داری اشتباه می‌نویسی، یکی رو بالا می‌نویسی یکی رو پایین می‌نویسی. ارشد طراحی لباس میخونم، از تهران اومدم. اینقدر ویدیو خود ادیتورم نتونسته ببینتش، فقط یه چی گفته از اون تکستایی که بهش دادن زده. بیا اینا نمیدونم واقعا کی لباسشو میده تو مدل کنی. وای چقدر وایب اینجا مثبته، چقدر خوشگله، چقدر تو چونم میره. بیا الان میگه دیگه. چطوری؟ خوشبختم. زهرا خوشبختم. زهرا هستم. به کیره. بچه‌ها چطوری؟ مرسی نگفت وایب اینجا چقدر مثبته. خیلی خوشحال شدم. دخترها همه کاره. چه دخترای خوشگلی. چه استایلی. چه خوشگلی هم خیلی دوست. نگار یوسفی هستم، 29 ساله، از ایلان. ایول دمت گرم ادیتور تونستی بالاخره یه سن درست بنویسی. و مدلینگ کار میکنم. اینم همه 5 تا مدل بیکار کلی. میگن عشق یه قصه است. من اومدم اینجا که قصه خودمو بنویسم. پس بزن بریم ببینیم چیکار کنیم. بس کن سیکتی و بس دیگه چقدر میرقصید. یه سوال الان چجوری بشیم؟ منتظر من نبودین؟ چرا داداش اصلا من خودم اینجا منتظرت بودم کسکش بیا بشین. نه ما خودش برداشت. ما یکی صندلی کردیم. صندلی اد کردیم کسکش باشه فهمیدیم. رفیقم وقتی کلاس زبان میره، وقتی یه کلمه انگلیسی جدید یاد میگیره، باشه داداش فهمیدیم اد کردید. دیگه مرجیگه آوردیم دیگه. آخه حاجی از الان معلومه نوع دهن باز کردنش میگه همیشه تو دهنش بوده. از الان معلومه یه پیشمیه تخمیه. این آهنگا رو کدوم مادر خورده؟ من اگه تو این برنامه بودم اینو انتخاب میکردم واقعا. میلف، مکاندار، پولدار و از همهشون بهتر. واقعا همسایه بدبختمون فقط همون چند ساعتی که برق رفت آرامش داشت.
که اولش ما بفهمیم مرد هست یا نه یا نه مشکلیه. شیطنتش به خودم باشه. هرز نره. اینا که همش گفتی تو یک مرد واقعا پیدا میشه سخت. یعنی اونایی دیگه شاید پیدا شه خوشگلی و خوشقد و بالایی و جذابیت و فلان و فلان، ولی که آخر که گفتی که شیطونیاش به خودم باشه من بهت قول میدم. یعنی چی شد آخری و قول نمیدم که شیطنتش فقط به خودم باشه؟ بس یه مش بی غیرت و جنده به قلم ریختید چیکار میکنید؟ به قرآن مجید میرینید تو فرهنگ ایران و ایرانی. خب خیلی فیلتر رو رد کردم تا به اینجا رسیدم. الان طول قسمتی از زندگی آره الان قسمتی هستم خودم به یه سری چیزا چارچوبایی که توی زندگی خودم بوده کامل رسیدم. برای چیزی که واسم مهمه اون مرد یا پسری که میاد توی زندگیم کسی باشه که اول از همه اگه من تو این لولم حداقل یک لول از خودم بالاتر باشه که بتونه منو حمایت کنه، هندل کنه و هدفمون باید مشترک باشه. چون من مثلا اگر دارم رپ میکنم دوست دارم کسی که توی زندگی من رپر باشه. حتی رپ میکنه رپر یه بار یه رپ کردن شما با هم ببینید. بس کنید آجی، رپ هم واقعا حرمت داره آقا، به قرآن بس ناموسن دیگه. هر انو گوهی مخصوصا بشد. ببین کرج خب دو دسته داره، یه دسته آدم های خوبی هم آدم های سالم و درست، اونایی که اصلا بکنار، یه دسته محدودی که خیلی هم تو چشن خب بی و همه مش روز رپه. خب ببین واقعا دادش یه زمان رپ حرمت داشت و یزید، یه زمان خوب رپ زمان بچگی ما رپ برای کی بود؟ برای دست پیشرو بود، دست یاس بود، دست قف بود، دست سورنا بود، دست من بهرام بود، دست فدایی بود. ولی الان دست کی یه مشکل سجاد شاهی مثلا دادش رید این چی گوش رپ گوش کنم کی گوش دادش من فقط سجاد شاهی. ای بابا کیر بابا خر بابا سجاد شاهی تو خیابون ببینیم میترسه فرار میکنه یزید. من اینو با مدرک بهت ثابت میکنم. داداش ول کن ناموسن چه شریعه داره میخونه داداش وایب میاد تو این چیزا. همه اینا از این فرشاد فویلای زنه در میاد و همه اینا منشأ گرفته از این فرشاد فویلا فکریه. مثلا الان چی شده؟ من پفکامو بچه قلوره خورده بود داداش، مسخره بازی یزید. خب تو نمیتونی، تو برو یه سبک جدا اختراع کن. خب اسم خودت نذار رپر، یه سبک جدا اختراع کن، بعد بگو آقا مثلا من تلخونم سبک و آهنگیم اینه. خب من میگم حل داداش دمت گرم، هر کی عشقش کشید بره گوش بده. خب بره گوش بده باش حال کنه وایبش رو بگیر، ولی اسمتون نذار رپر حاجی. آقا دمتون گرم که ویدیو لایک کامنت سابسکرایب همه اینا رو بزنید بکنید. عشق منید، عشوه‌گرید یا علی. خدا نگهدار. تا برنامه بعدی بدرود.